الان این پنجه اتوبوک آلمان هست، پنجه کربنی 1 cc تریاس. خصوصیاتش اول اینکه این پنجه تا 125 کیلو وزن تحمل میکنه. دوم اینکه به خاطر اینکه از کربن ساخته شده یه استحکام و مقاومت خیلی عجیبی داره که وقتی باهاش راه میرین از امنیت راه رفتنتون متوجه میشین. دوم اینکه با این پنجره میتونید تو آبم برید، ضد آبه، ولی یه سری کانالا توش تعبیه شده که نمیذاره آب اونجا جمع بشه و باعث خوردگی و زنگ زدگی پنجه بشه. بعد اینکه این روکش سیلیکونیش هم همون اتوبوک آلمانه. این پنجره داخل این قرار میگیره. این سوراخ‌هایی که زیرش داره برای خروج آب و اون حالت بالانس هوا داخل پنجره هست موقع قدم برداشتن. همه این آپشن‌ها و کلی آپشن دیگه که این پنجره داره باعث شده که این پنجره یکی از بهترین پنجرهایی باشه که تو دنیا باهاش پروتز می‌سازن. یه رولوور خیلی سریع داره این پنجره، یعنی موقع گام برداشتن، قدم برداشتن سریع رو باهاش احساس می‌کنید، ولی با این که میتونید سریع باش قدم بردارین یه احساس استحکام و استابیلیتی خیلی زیادی بهتون میده. تو آلمان به هر کی این پنجه تریاس رو میفروشن 60 روز گارانتی بی قید و شرط رضایت میذارن، یعنی شما تا 60 روز اگه رضایت نداشته باشین از این پنجه بدون هیچ سوالی که ازتون پرسیده بشه یعنی کامل پسند ثابت کنن که این پنجه کامل هر کی ازش استفاده میکنه رضایت داره.